السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز شاوش همیم شاو یکم شب تراویح های رمضان 2024. اینجا بالای مسجد الحرام، بالای بانگ مسجد الحرام هم بالای بانگش مساحه های کلون داره. کلون طرف جای زنکو های، اون طرف جای مردو های. اینجا هواش بسیار هوای کشوده، شمالک، آب زمزم داره، همه شرایطش داره، فقط که با خود جای نماز داشته باشی، جای نماز بیاری اگر خوبه، به سبب در زمین نخونی، با تپچکاش قطع نماز میخونن مردم. اینجا آبی زمزم داره، اینا آبی زمزمش. آبی زمزم برای نوشیدن، ما زمزم نشوب. اینا میگه بقلچکه در نگی چی دو دار بشکو در پر نکه دستوتا نشو، فقط برای نوشیدن. خلاص یک بسیار جای بسیار خوب برای کسی که هوای تازه میگه، بسیار جای خوبه. فقط یک کم ارالش هسته، زنکو سبلودر نمیکنن، ترتیب نظام در جای مردم میدروین همیش بیزه به اینه. مثلا نه مردا درمگه، نه ایده زنک اگه جای لغت که اگه درمگه اینه چیش میگویره. خیلی کورو میشه، خدا توفیق بتامره دیگه. اینجا سترویکای مسجد دوام بودیس هست، مسجد کشود میشه تو سنو رو قصر رفتگی تو اونو دومای دروزه مسجد باید که کشود شوه. خلاص این همیتری نویگری میداریم ده ها کنج جای نمازخانی بدست، جای نمازخانی ما میداریم و جای نمازهای خودمون نماز ها میخونیم. الله قبول کنه. خودمونده فرمان الله باشین. الله متعال همه ما شما توفیق هدایت نصیب کنه. کسانی که نیتی حج و عمره دارن خداوند برآورده نیتشون نصیبشون گردانه و خوشی های دنیا و آخرت نصیب همه ما شما گردانه. موفق باشین. این ساعت الحرام فرمان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.